برتری دادن امام زمان خیالی بر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. پیغمبر حق نداره از این که چون میداند عمر و ابوبکر و عثمان اینا ایمان واقعی ندارن اینا رو نپذیره. نه، پیغمبر مأمور به ظاهر، آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف مأمور به باطنه. یعنی او از حقیقت مردم بایستی که با خبر باشه و با خبر به او عمل میکنه. بینندگان گرامی، مشاهده نمودید که این آخوند رافضی چگونه جرأت نموده علم غیب باطنی را برای امام زمان خیالیشان ثابت می کند و ضمناً به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اهانت کرده و غیر مستقیم میگوید که مقام و رتبه امام زمان خیالی از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بالاتر است، چون او از حقیقت باطنی مردم با خبر است و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چنین نبوده است. ما به این آخوند و همکیشانش که دشمن اسلام و صحابه بوده و امام زمان پرستند میگوییم: یک، شما به این باورید که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عالم به غیب بودند، بنابراین ایشان از حال صحابه خبر داشتند. پس چگونه صحابه‌ای امثال ابوبکر، عمر، عثمان و دیگران را که معتقد به منافق بودن آنها هستید به خود نزدیک نموده و ایشان را مشاورین خاص خود قرار دادند؟ دو، الله متعال در قرآن کریم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را امر به مبارزه با کفار و منافقین نموده می‌فرماید: یا ایها النبی جاهد الكفار والمنافقین واغلظ علیهم ومأواهم جهنم وبئس المصیر. ای پیامبر، با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنان سخت بگیر و جایگاهشان جهنم است و چه بد جایگاهی است. و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم با کفار مبارزه مسلحانه نمودند و با منافقین مبارزه تبلیغاتی و افشاگری، تا جایی که بر جنازه آنها نماز نمی‌خواندند. اگر ابوبکر، عمر، عثمان و امثال آنها منافق بودند، پس چرا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هیچگاه بر ضد آنها سخن نگفتند و با ایشان مبارزه ننمودند و آنها را از خود دور نداشتند، بلکه با آنها وصلت نموده دو دختر خود را در عقد نکاح عثمان رضی الله عنه و دختران ابوبکر و عمر رضی الله عنه را به عقد نکاح خود درآوردند و در بسیاری از جنگ‌ها آنها را فرماندهان جنگی قرار دادند. آیا نعوذ بالله رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مخالفت امر الهی نمودند؟ آیا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ترسیدند و در انجام رسالت الهی کوتاهی نمودند؟ نستجیر بالله من ذلک. 3. شما امام زمان خیالیتان را که نامی از او در قرآن کریم نیست و اصلا وجود خارجی ندارد عالم به غیبیات و امور باطنی می‌دانید. آیا این مخالفت صریح با آیات زیادی از قرآن کریم نیست که علم غیب را جز الله متعال از تمام مخلوقات نفی می کند؟ الله متعال می فرماید: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. بگو جز الله هیچ یک از موجودات آسمان ها و زمین غیب نمی دانند و نمی دانند چه زمانی برانگیخته می شوند. و می فرماید: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس
ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. و کلیدهای غیب نزد اوست و کسی جز او از آن آگاه نیست. به آنچه در خشکی و دریاست آگاه است و هیچ برگی نمی افتد مگر آن که آن را می داند و هیچ دانه‌ای در تاریکی‌های زمین و هیچ تر و خشکی نیست مگر آن که در کتابی روشن ثبت شده است. 4. آیا مقام و منزلت رسول الله صلی الله علیه و سلم والاتر است و یا مقام و منزلت امام زمان خیالی شما؟ اگر شما قائل به این باشید که مقام و منزلت امام زمان خیالی والاتر از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است، این باور کفر صریح است. و الا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که بهترین و افضلترین مخلوقات هستند، به شهادت قرآن کریم عالم به غیب نبودند، پس چگونه امام زمان خیالی شما عالم به غیب است؟ الله متعال به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خطاب نموده می‌فرماید: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. بگو نمیگویم گنجها و خزانه های الله نزد من است و من غیب نمیدانم. پس از الله متعال بترسید و به نام امام زمان خیالیتان مردم را فریب ندهید.